سلام علیکم بیننده های عزیز. داخل معاینه خانه آمدیم. من امروز میخوایم کارکردهای خودم برای شما نشون بدم که من چقدر در طول 35 سال چقدر کارایی کردم و اینا را به تصویر بکشیم که همه در سراسر دنیا ببینن که ما در افغانستان همه چیز داریم، به هیچ چیز نیستیم و خدا را شکر میکنیم که مؤلف داریم، نویسنده داریم و کتاب نویس داریم، دکترای خیلی بالا داریم. ما از هیچ کشوری کم نیستیم و این توانایی را خدا به ما داده.